السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد همتون خوبین؟ و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. سوالم چنین بود. اویدی به فکرم به بسیاری ها در کاری است. رمضان را آدم های مها و ویداق ها چه خیلی گذرانیم میشه و در کجاها دعا کنیم؟ رمضان بسم را چه خیلی گذرانیم مقصد تا که این رمضان رو با نیکا واخریم. خب بسم دوم الله میشه. الرحمن الرحیم. الله تعالی در قرآن کریم اشاره به کم بودن ماه رمضان و تیز گذشتن آن کرده میاد که ایام معدودات، روزهای به شمار، یعنی من علاکه 10 روزش سپری شد. بنابراین این آیات ها ما را ترغیب میکند به غنیمت دانستن ماه رمضان. هر وقتی که فرصتی که هست باید وی را بنده غنیمت شمارد. فاذا فرغت فانصب، وقتی که از عبادت فارغ شدی به دیگر عبادت شروع کن. نماز تراویح که تمام شد به ذکر شروع کن. ذکر که یک مقدار ذکر کردی آمدی به قرائت قرآن شروع کن. از قرائت قرآن که خسته شدی مثلا زیارت پدر و مادر یا خبر گرفتن آنها یا تعلیم دادن فرزندها یا علم آموختن، این که تمام شد باز دیگر عبادت. همین گونه وقتی خود را پر را گذرانید. سحری ها وقتی سحری وقتی دعاست، وقتی قبول دعا. الله تعالی میگوید که کی دعا میکنه من قبول میکنم، کی یگان چیزی میپرسد من میدهم، کی به گناهایش استغفار میپرسد من گناهایش را میبخشم. وقتی سحری تا اذان بامداد وقتی قبول دعا هست. هم سحری سنت است. سحری را در آخرین لحظه هایش کردن در کار تا اینکه انسان قوت گیرد. و در سحری خرما اقلا 1 دانه باشد هم خورید. همین گونه بعد اینکه سحری را کرده شدید 5-10 دقیقه بر وقتر تمام کرده دندان ها را شسته طهارت کرده به بامداد آمادگی را دیدن در کار. بعد به نماز بامداد میرید. بین اذان و قامت دعا قبول. اذان که گفت به صدای اذان مؤذن جواب میگردانید. و همین گونه نماز بامداد را که در جماعت خواندید باز به ذکرهای بعد نماز و ذکرهای صبح میپردازید. ذکرها را که تمام کرده تقریبا 15-20 دقیقه وقت میگیرد ذکرهای سحری. اون ذکرهای سحری تا بیگاه برای از بلاها در امنیت مانو برای فایده شما است. برای فایده دیگر کس نکردید، فایده خودتان نکردید، ضرر خودتان. اون دعاهای قوتش تا نماز عصر میرسد. نماز عصر که خواندید نماز صبح دعا ذکرهای بیگاهی را میکنید تا بامداد آینده شما را حفظ میکنه. این ذکرها نکردید بلا اومد از خودتان خفه شوید. بنابراین ذکرهای صباح و مسا بسیار فایده‌ناک است. برای فایده خودی همون بنده است، با فایده الله چیزی نیست. الله تعالی بی حاجت است از عبادت ما، از ذکر ما، از دعای ما. کسی میکنه برای خودش میکنه. من عمل صالحا فلنفسه. کسی عملی صالح میکنه بر فایده خودش است. و من اساء فعلیها. کسی که گناه میکنه بر ضرر خودش است. بنابراین برادرها برای فایده خودتان کوشید. و همین گونه نماز پیشین در جماعت، عصر در جماعت، شام پیش از شام تقریبا 30 دقیقه دعا قبول است. افطار پیش از افطار بسیار وقت قبول دعا است. وقتی که اذان کی گفت ای الله اکبر را شنیدید دهانتان را گشایید. بسم الله گفته با خرما، اگر خرما نباشد با آب مقدار 10 دقیقه خورید. سراسیمه نشده، خاییده، بسیاری بد نه، یک بار روغنی نه خورید. بعد خسته رفته 10 دقیقه خورید بس است. همین قدی سیر میشید. تمام خسته رفته شام در جماعت میخوانید در مسجد. بعد شام علاقه دیگه نخورید. همین کفایه است. همین 10 دقیقه خوردگیتان تا سحر میرسد. با یک راحت اگر همین گونه کنید، تراویح خوانده بید، امکانیت باشد به تراویح پیاده روید.
غسل های کرده، سر لباس های خوشروی پوشیده به نماز تراویح میرید. بعد نماز تراویح میبیایید باز علم حفظ همین گونه دوام میتید. الله تعالی تمام مسلمان ها را به غنیمت دانستن این ماه مبارک رمضان موفق کند و رمضان را از ما قبول بفرماید. آمین.